نام من چو است، محصل روانشناسی هستم. در سخنرانی قبلی شما که در UITM شارلا بود شرکت کرده بودم و از سخنرانی شما بسیار لذت بردم و خوشم آمد. سوال من تقریبا مربوط سخنرانی قبلی شما می شود. شما درباره برادری جهانی در UITM شارلا گپ زدین. متوجه یک نکته در جریان بخش کیوین شدم. تذکر دادین که شما بیشتر از عیسوی ها عیسوی هستین. اما من تا جایی که میفهمم عیسوی به کسی گفته میشه که در عیسویت تعمید شده باشه یا عیسی را به عنوان حافظ خود بدانه. فقط با پذیرفتن این حالتها شخص عیسوی گفته میشه. حالا میخوایم بفهمم که شما چطور خود را بیشتر از عیسوی ها عیسوی میدانین و این قسم فکر میکنین. تشکر. خواهر بسیار یک سوال خوب مطرح کرد. سوال کرد که وقت در شارلا بودم او سخنرانی مرا گوش کرده. ایشان سوال کردند که من چطور بیشتر از عیسوی یا عیسوی بوده میتانم، در حالی که نه تعمید شدم و نه باور دارم که عیسی خدا است. خواهر شما سخن مرا درست یادآوری کردن، اما با صراط کامل سخن مرا یادآوری نکردن. بیش از این که بگم من بیشتر از عیسوی یا عیسوی هستم، یک سخن دیگری را گفتم. اگر عیسوی به معنای پیروی کردن از تعلیمات عیسی علیه السلام است، باز ما مسلمانان بیشتر از عیسوی یا عیسوی هستیم. این نکته را پیش از سخن خود بیان کردم. اگر عیسویت به معنای پیروی از تعلیمات عیسی علیه السلام و ایمان به او می باشد، باز من بیش از عیسوی یا عیسوی هستم. بعد از او گفتم که انجیل میگه عیسی در روز هشتم ختنه شده. اکثریت عیسوی‌ها این قسم نیست، اما تمام مسلمان‌ها هستند. انجیل در کتاب افیسینس چپتر 5 آیه شماره 18 میگه شراب ننوشن. در کتاب پروورب چپتر 20 آیه شماره 1 میگه شراب ننوشن. به طور عموم مسلمان‌ها شراب نمینوشن، اما عیسوی‌ها مینوشن. انجیل در کتاب لیو تکس چپتر 11 آیه شماره 7 الی 8 میگه گوشت خوک نخورن. دیترونومی چپتر 14 آیه شماره 8 میگه گوشت نخورن. در کتاب آیسایا چپتر 65 آیه شماره 2 ما مسلمانان خوک نداریم، اما عیسوی‌ها دارن. انجیل میگه حجاب کنن، یعنی سر خدا بپوشانن. در دیترونومی چپتر 22 آیه 5، در تیموتی 1 چپتر 2 آیه شماره 9، در کورنتین چپتر 11 آیه شماره 5 الی 6. مسلمان‌ها به طور عموم حجاب میکنن، اما عیسوی‌ها سر خدا نمیپوشانند. پس عیسویت اگر به معنای پیروی کردن از تعلیمات عیسی علیه السلام میباشد، باز ما مسلمان‌ها بیشتر از عیسوی‌ها مسیحی هستیم. اما سوال من هم امی است. عیسویت به معنای پیروی کردن از تعلیمات عیسی نمی باشد، پس به به خاطر معنای که چی است؟ جیزس آف نزرت یهودی بود. او یهودی به دنیا آمد. او زندگی یهودیت را سپری نمود و او یهودی از دنیا رفت. پس شما اگر از تعلیمات جیزس آف نزرت پیروی میکنید، شما را عیسوی نمیسازه، بلکه شما را یهودی میسازه، به خاطر که او تعلیمات یهودیت را آموزش داده بود. به هر حال پذیرفتن عیسی به عنوان حافظ شخصی و باور داشتن به ای که فقط به وسیله او به بهشت رفتن میتونیم، این شما را عیسوی میسازه. خواهر. دکتر زاکر نایک. یک آیه انجیل نشان بتن که همی سخن بگوید. پذیرفتن عیسی به عنوان حافظ خود شما، کسی که شما را وارد بهشت میسازه. یک آیه را تحت همین عنوان از کل انجیل نشان بتن که خود عیسی علیه السلام گفته باشم من خدا هستم و مرا عبادت کنن. همه امروز عیسویت نوع شما را میپذیرم. چیزی را که شما میگن تعلیمات کلیسا است، از انجیل نیست. بله دقیقاً، به خاطر که شما از کلیسا. خواهر، اگر میخواین دین بفهمن، با متون مراجعه کنن، به گپ پیروان گوش نکنن. اونا را نبینن، طرف پیروان نبینن. من به شما گفتم اگر میخواین اسلام بشناسن، طرف مسلمانا نبینن. قرآن و حدیث معتبر حضرت محمد صلی الله را بخوانن. اگر ما بخوایم عیسویت بشناسم، با کلیسا نمیرم. کلیسا چه کار است؟ کلیسا سرایدار انجیل نیست. چرا؟ کلیسا جایی است که عیسوی ها را میسازه. اگر به کلیسا رجوع نکنین، باز عیسوی بلکه از عیسی علیه نخواهید. السلام پیروی کنن. اگر کلیسایی نمی بود، شما عیسی را نمی شناختین. پس به خاطر شناخت عیسی باید کلیسا را تصدیق کنیم. خواهر، به خاطر شناخت عیسویت انجیل بخوانن، کلیسا را نه. اگر میفهمین که چند نوع کلیسا وجود داره، شما مربوط به چه نوع کلیسا میشین. در عصر حاضر بیش از 2000 نوع کلیسای رسمی هست. 2000 نوع. آیا از این خبر دارن؟ تعمیدی، سیوندی، اونوینتس، جوهاز، ویتنس. شما با کدام نوع کلیسا تعلق دارن؟ بله خبر دارم، اما آیا شما فکر میکنن 2000 نوع کلیسا بدون عیب است؟
چی؟ به می خاطر میگم خواهر، به خاطر شناخت عیسویت انجیل را بخوانن. اگر میخواین تعلیمات عیسی را یاد بگیرن به کلیسا نرن، به انجیل مراجعه کنن. در تمام انجیل حتی یک کلمه نیست که خود عیسی علیه السلام گفته باشه که من خدا هستم و همیشه مرا عبادت کنن. وقتی عیسی چنین گفته و اگر باور دارین که عیسی بلندترین صلاحیت داره، اما من او را پیامبر خطاب میکنم. پیامبر بسیار بهتر از کلیسا است. در تمام انجیل حتی یک کلمه نیست که در اونجا خود عیسی علیه السلام گفته باشه که من خدا هستم و همیشه مرا عبادت کنن. به خاطر همین کردار شما بیش از 2000 نوع کلیسا هست و 2000 نوع عیسوی وجود داره. شما از کدام عیسویت پیروی میکنن؟ اگر میخواین از اسلام پیروی کنن، قرآن و احادیث معتبر حضرت محمد را بخوانن. اگر میخواین از هندویسم پیروی کنن، ویدا و اوپنیشد را بخوانن. اگر میخواین عیسویت را بخوانن، انجیل ببینن. اگر تمام این متون دینی را بخوانن، با یک خدای حقیقی نزدیکتر میشن. خدایی که هیچ تصور نداره، خدایی که تنها است و هیچ فرزند نداره و والدین هم نداره. عیسی علیه السلام در انجیل جان چپتر 16 آیه شماره 12 الی 14 میگه بسیار چیزا است که باید برای شما انتقال بدم، اما فعلا اونا را شما درک کرده نمیتونن تا زمانی که او روح درست بیاید و شما به سوی حقایق راهنمایی شوین. او از خود سخن نخواهد گفت، هر چیزی را که بشنود به شما میگه. او مرا تصدیق خواهد کرد. حضرت محمد صلی الله درود بر او. پس او به تمام شما میگه که از آخرین پیامبر پیروی کنن، اما شما نمیخواین پیروی کنن، به خاطر که مگی اگر از آخرین پیامبر پیروی کنه، باز از کلیسا کی پیروی کنه؟ عیسی علیه السلام هرگز نگفته که از کلیسا پیروی کنن. کدام آیه انجیل چنین میگه؟ کدام آیه انجیل؟ پس برای درک موضوعات تعلیمات عیسی علیه السلام را مطالعه کنن. هر کسی که شما را از عیسی علیه السلام دور بسازه هیچ خوب نیست. به همین دلیل ما گفتم که عیسویت اگر به معنای پیروی کردن از تعلیمات عیسی علیه السلام می باشد، باز ما بیشتر از عیسوی یا مسیحی هستم. عیسی علیه السلام ختنه شده بود، ما هم شده. حالا کلیسا چیکار کرده میتونه؟ عیسی علیه السلام گفته که از تمام اوامر عهد قدیم پیروی کنن. عهد قدیم میگه خوک نداشته باشن، اما کلیسا میگه خوک داشته باشن. شما از کی پیروی میکنن؟ به همین خاطر به خاطر شناخت تمام ادیان، متون آن ادیان بخوانند تا به حقیقت نزدیک شوند.